سرخط خبرها. هشدار دوباره اسلام آباد به کابل. وزارت خارجه پاکستان میگوید که همه گزینه‌ها روی میز است. صبر ما نامحدود نیست. دیدار وزیر خارجه با یک مقام یونما. در این دیدار بر گسترش همکاری با سازمان ملل تاکید شده است. تاکید سازمان ملل بر عدالت اجتماعی در افغانستان. یونما در روز جهانی عدالت اجتماعی گفت که عدالت کلید ثبات و توسعه افغانستان است. و تعیین مهلت زمانی ترامپ به ایران. رئیس جمهور امریکا هشدار داد که باید تهران تا 10 روز دیگر توافق کند. ما باید یک توافق جدی امضا کنیم وگرنه عواقب وخیمی در انتظار ایران خواهد بود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه اول هود 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از کابل خواست که مانع استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان شود. سخنگوی این وزارت در نشست خبری اظهارات وزیر دفاع پاکستان مبنی بر احتمال حمله این کشور به افغانستان را تایید کرد. امارت اسلامی همواره گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده نخواهد شد. گزارش از نستر نمیری. مقدسه کی مبارکباد. در ادامه افزایش تنش‌های لفظی میان کابل و اسلام آباد، وزارت خارجه پاکستان از رویکرد قاطع‌تر در برابر آنچه تهدیدات فرامرزی خوانده است خبر داد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت در نشست خبری اعلام کرد که اگر امارت اسلامی مانع استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان نشود، همه گزینه‌های روی میز باقی خواهد ماند. او همچنین اظهارات وزیر دفاع کشورش درباره احتمال اقدام نظامی در خاک افغانستان را تایید کرد و افزود که صبر اسلام آباد محدود است و گفته وی هر اقدام احتمالی در چارچوب حق دفاع مشروع و برای تامین امنیت داخلی انجام خواهد شد. صبر ما نامحدود نیست. به همین دلیل هفته گذشته تاکید کردم که اظهارات وزیر دفاع و روابط عمومی ارتش قابل درک و مورد تایید کامل است. این اظهارات نشان می‌دهد که از سوی افغانستان پاسخی مثبت به مطالبات کاملا مشروع پاکستان مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان دریافت نشده است. تا زمانی که این مطالبات برآورده نشود، در عین حفظ خویشتن‌داری همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. همزمان با هشدارهای پی در پی مقام‌های پاکستانی، صلاح الدین ایوبی عضو ارشد جمعیت علمای اسلام پاکستان با سراج الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی دیدار کرده است. د جماعت اسلامي په خوانی امیر کابل کې اوس ورځ وړاندې سراج الحق بیا د جمعیت علماء اسلام د یو مرکزی مشر صلاح الدین ایوبی په کابل کې دی او ملاقاتونه هم شوي دي مهمو مشرانو سره. زما نظر دا دی چې دا سفرونه پکار دي. دا سفرونه باید چې نور هم وي، ځکه چې کله د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابې وي او ترنګلې حالت وي، خبرې نه کېږي رسمي، نو بیا غیر رسمي لارې او چینلونه هغه څه ناڅه مؤثر وي. از سوی هم آگاهان میگویند که اسلام آباد با طرح هشدارهای پی در پی امنیتی تلاش دارد خواسته های مورد نظر خود را بر امارت اسلامی تحمیل کند و از فضای تهدید به عنوان ابزار فشار سیاسی بهره ببرد. پاکستان توانایی تازه نداره و البته این به خاطر از این است که خواستای نامشروعشه که به رسمیت شناختن سازمان TTP باعث یک سازمان توریستی از جانب افغانستان باشه و گوی افغانستان باز اون تعهد بده که دیگه از افغانستان بالا از اون حمله نمیشه. اینا نظریات واهی نادرست هستند. نه TTP در افغانستان است و نه افغانستان جایگاه پیدایش، پرورش و استفاده از اونا بوده و نمیتونه هم باشه. این در حالی است که پیشتر وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های فرانسوی هشدار داده بود که اسلام آباد می‌تواند حملات تازه علیه افغانستان انجام دهد مگر اینکه کابل صلح را تضمین کند.
امیر خان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی با معاون نماینده ویژه و هماهنگ کننده هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان دیدار کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار دو طرف درباره تقویت هماهنگی و تعامل میان امارت اسلامی و نهادهای سازمان ملل صحبت کردند. 20 فبروری برابر با روز جهانی عدالت اجتماعی است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت این روز اعلام کرد که تامین فرصت‌های برابر شغلی، حمایت از خانواده‌ها و دسترسی همگانی با آموزش از پایه‌های عدالت اجتماعی در افغانستان است. این نهاد تاکید کرد که مشارکت فراگیر شهروندان در روندهای تصمیم‌گیری نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی دارد. یونما عدالت اجتماعی را پیش شرط توسعه پایدار و ثبات در افغانستان دانست. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران از برگشت 906 خانواده مهاجر به کشور خبر داده است. این کمیسیون گفته که این افراد روز گذشته از طریق گذرگاه‌های پل ابریشم، اسلام قلعه، اسپین بولدک و تورخم به کشور برگشتند. 2 روز پیش نیز حدود 700 خانواده به کشور برگشته بودند. سازمان ملل اخیراً گفته که 2.8 میلیون مهاجر افغان در سال 2025 از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. و در خارج از کشور، پس از تعیین مهلت زمانی ترامپ به ایران مبنی بر توافق بر سر برنامه هسته‌ای، نماینده ایران در سازمان ملل نسبت به پیامدهای حمله احتمالی امریکا به تهران هشدار داد. او در نامه به دبیرکل سازمان ملل سخنان ترامپ را مصداق نقض منشور سازمان ملل دانست و خواستار اقدام فوری در این رابطه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن تعیین ضرب العجل 10 روزه از تهران خواست تا یک توافق سودمند امضا کند و در این باره هشدار داد که اگر چنین توافقی حاصل نشود، عواقب وخیم در انتظار ایران خواهد بود. ترامپ این اظهارات را در جریان افتتاحیه نخستین نشست شورای صلح غزه در واشنگتن ابراز کرد. مذاکرات خوب است. در سالها ثابت شده که رسیدن به یک توافق جدی با ایران آسان نیست. ما باید یک توافق جدی امضا کنیم وگرنه عواقب وخیم در انتظار ایران خواهد بود. در 10 روز آینده امکان یا عدم امکان دستیابی به توافق با ایران مشخص خواهد شد. در مقابل امیر سعید روحانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به انتونیو گوترش دبیرکل این سازمان با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر احتمال حمله نظامی علیه تهران، سخنان او را مصداق نقض منشور سازمان ملل دانسته و خواستار اقدام فوری در این رابطه شده است. روحانی با استناد به این اظهارات و دیگر تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا از دبیرکل سازمان ملل و دبیر شورای امنیت خواسته پیش از آن که دیر شود اقدام کنند. رئیس جمهوری آمریکا صراحتاً ایران را تهدید به توسل به زور کرد و گفت که ایران تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است ایالات متحده مجبور شود برای ریشه‌کنسازی قدرت ایران از پایگاه دیگو گاراسیا و میدان هوایی واقعی در فرانکفورت استفاده کند. جمهوری اسلامی از تمام اعضای شورای امنیت درخواست می‌نماید تا در چارچوب مسئولیت اولیه در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی کلیه اختیارات و مساعی جمیله خویش را به طور کامل به کار گیرند تا ایالات متحده آمریکا بیدرنگ به تهدیدات غیرقانونی خود مبنی بر توسل به زور پایان دهد. این در حالی است که دور دوم مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده با میانجیگری سلطنت عمان در سوئیس پایان یافت و انتظار می رود دور سوم در هفته‌های آینده برگزار شود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.